خواندن نماز 15 تا فایده داره. سبحان الله، 15 تا فایده نماز داره. اولین فایده نماز آرامش، سکون و راحتی هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای بلال رضی الله عنه میگه ارحنا یا بلال، بخی ما راحت بده یا بلال. نماز در راحتی بیان میکنه و واقعات کسی که نماز بخونه اوج آرامش، اوج راحتی، اوج سکون در نماز هست. نماز را نماز واقعی بخونید. دومین فایده که در نماز هست حل مشکلات هست. نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی به مشکلی برمیخورد به نماز روی می آورد، سر به سجده میزد و صحابه رضی الله عنهم هم همین عادتشان بود. به مشکلی برمیخوردن نماز میخوندن، غضب میشدن، قهر میشدن، سر به سجده میزدن. الله سبحانه و تعالی میفرماید استعینوا بالصبر والصلاه، شما کمک بخواهید از دو چیز، صبر و نماز. سبحان الله، اینا عملی بکنید در زندگی خود. به مشکلی برمیخوری، به مشکلات روی میآوری،